ملای بای شما رو ببینم اومد شما درباره دین اسلام بسیار بد میگین. مثلا چه گپ بدی در مورد اسلام از زبان از میان دو لب ما شما شنیدی؟ یعنی شما میگین اسلام دین وحشت است، دهشتگردی دین است. وحشت نیست. نه خیر، ما خونه دیدیم وحشتش. همین که میگه گردن بزنین بعد برین جسد مرده را که گیر کردین انگشت مرده را ببرین، دین وحشت نیست؟ ایده کجا آمده؟ نیامده؟ ما هنوز ندیدیم. قرآن داری پیشت عزیز برادر؟ فیلم ندارم ببخشید. اگه شما مسلمان دارید میگه قرآن میگه خبر نو نیست، ولی میارم من، مشکلی نیست. خب شما میگین اسلام دین وحشت نیست، درست است؟ بسیار خوب. خب اگه این تو باشه که واقعا این رقم باشه، خب باز واقعا وحشت است که ما حالا میبینیم که ما دروغ میگم یا نمیگم یا اسلام واقعا ما دروغ میگین. ما دروغ گفتیم. میریم بالا میبینیم عزیز من. قرآن تو که نداری، شما که بی قرآن میایین، شما را که قرآن را خدا ازتان گرفته متاسفانه. جان دلم، آیه 12 سوره انفال میدونی چی معنا میتن؟ عربی است نمیدونم. متن عربی، میریم به ترجمه فارسی. خوبش میشه. و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شمایم، شما مؤمنان را به پایداری وادارید، من در دل کافران بیم خواهم افکند، بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. چگونه این کتاب را به فرزند 11 سالت میدی که دختر است این کتاب را بخونه با این وحشت؟ مخکی آیت ما پیش نخوانده بودم در قرآنی رقم آیت. حالا که خواندی، حالا قبول میکنی که اسلام دین وحشت است؟ کوشش میکنی که فکر کنی در مورد این دین؟ چون این باشه واقعا وحشت است. چون ما عموما که میبینم. خب وطن گلم، زرداد نازنین، وطندار نازنینم، امین اسلامی را که در موردش نمیدونی، امین است که ما برات میگم عزیز من، بیشتر از این نیست. خب ما با کدام به دین شما برم خیر؟ نه به دین ما نرو، یک بار تعمق کو، یعنی فکر عمیق در مورد اسلام کو. یکی دو بار قرآن را به زبان فارسی بخوان، به زبان پشتو، زبان بر زبانی که میخوانی، به زبان خودت بخوان. کدام راه ما عزیز من؟ که شما میرین که مسلمان را میخواهید. راه ما همدیگر پذیری، راه ما صلح و صفا، راه ما تو را من حیث یهود، من حیث مسیحی، من حیث مسلمان در آغوش گرفتن. راه ما برخلاف بریدن انگشت دشمن هست، راه ما برخلاف بریدن گردن دشمن هست، راه ما برخلاف تجاوز بالای زن دشمن هست، راه ما برخلاف کودک آزاری و ازدواج با کودکان 6 ساله است. این مسیر برایت مقدس است یا مسیری که اسلام برایت آوردن مقدس است؟ یعنی به می خاطر مردم با شما بیدین میگه که شما راه خوب میرین. بله خب عزیز من، وقتی شما اسلام را ترک میکنید، خب طبعا به شما بیدین میگن دیگه، به خاطر که شما اسلام را ترک کردید. بیدین مگر انسان بدی است؟ ما کل ما در راه غلط روان هستیم. هر کسی امکان داره نصف جهان اشتباه کنه، امکان داره 99% جهان اشتباه کنه. یعنی عمل بد است، پیروش مهم نیست. یک ذره تعمق، یک بار قرآن را به زبان بخوان، در برنامه بعدی ما در خدمتت هستیم. درست است جان دلم؟ 100%. فدای سرت شما، اوقات خوش. حالا میرم به ترجمه کلش میخوانم. باشه عزیزم، مرا خوش میسازی با اینکه شما کوشش میکنید بخونید، این مرا خوشحالتر میسازه. قربانت کاوش. قربانت عزیزم، اوقات خوش بر تمنا دارم. واقعا جای خوشحالی است که دوستان قبول میکنن که بخوانن کتاب را به زبان فارسی. خوش آمدین دوست بزرگوار. میشه لطف کنی همین آیه را بیاری؟ یک کاش نزاکت هم یاد می‌داشتین که یکی میگه خوش آمدین حداقل بگین تشکر. تشکر. بفرمایید. خب امیر بخوان لطفاً. و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شمایم، شما مؤمنان را به پایداری وادارید، من در دلهای کافران بیم خواهم افکند، بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. تا بال دیدی که فرشته گردن کسی را بزنه؟ فرشته یعنی چی؟ امیر که خوان نیست فرشتگان وحی. یعنی با این دروغای مردم استدلال درکو، تهمت نبند، استدلال درکو، استدلال چی؟ زبان بسته نباشید، بی زبان نباشید، پیشوری ما زبان که داری، استدلال درکو. یک فرشته گردن کسی را نزده. خب پس اللهتان دیوانه است که با فرشته گفته گردن بزن؟ گردن زدن معنی دیگه داره. خب تو نمیفهمی، تو جاهل هستی. قربانت عزیزم، اوقات خوش بر تمنا دارم دوست دارم. در قسمت پایین برو برنامه را لایک کن، قربان سرت شما. برنامه را لایک کن، اونجا باش، یاد دیگه موضوعات را باز بالا میاریم، صحبت امرت میکنیم. فعلا در اون پایین شنونده باش جان دل. ما دوستان را بالا میارم که صحبت کنن. کسی که مالکچی کرد فقط برنامه را لایک میکنه،
به خاطر که مثل تو ولی مسلمان 20 تا در لیست است که ما بالا بیارمش صدایش را بشنوم. قرار نیست که برنامه را تو اجاره بگیری. اما دویم قرار با تو را قناعت بدم که این درست است این اشتباه است.